با سلام و درود خدمت شما بینندگان شبکه سناتور تیوی. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه آشنایی با یکی از بهترین سیستم‌های حمل و نقلی دنیا. سیستم حمل و نقلی شهری شهر وین، پایتخت کشور اتریش. وین سیستم حمل و نقل کامل و یکپارچه‌ای دارد که به جرئت میتوان گفت یکی از بهترین سیستم حمل و نقل‌های جهان را دارا میباشد. این شبکه کارش را از ساعت بین 5 الی 6 صبح شروع کرده و تا ساعت بین 23 و 30 الی 30 دقیقه بعد از نیمه شب ادامه دارد. سیستم حمل و نقل شهری وین بسیار خوب و منظم طراحی شده است و شما به هر نقطه‌ای از شهر که بخواهید بروید به راحتی امکان پذیر است. این سیستم شامل 5 بخش کلی است. 1. اوبان یا همان مترو که با علامت او مشخص می شود. متروی وین در سال 1976 تأسیس شده و دارای 5 خط و 104 ایستگاه می باشد. شهر وین دارای 5 مسیر مترو است که هر مسیر با یک شماره و یک رنگ خاص مشخص می گردد. مسیر او1 قرمز، مسیر او2 بنفش، مسیر او3 نارنجی، مسیر او4 سبز و مسیر او6 قهوه‌ای است. نقشه مسیرهای مترو در ایستگاه‌ها، داخل واگن‌ها و ایستگاه‌های مترو قابل رعایت است. در داخل واگن‌ها قبل از رسیدن به هر ایستگاه، نام آن ایستگاه و خطوطی که با آن خط تقاطع دارند اعلام می‌شود و صفحه نمایشی که در هر واگن قرار دارد نام آن ایستگاه را درج می‌کند و سمت دربی که شما می‌توانید از آن پیاده شوید را نشان می‌دهد. در روزهای جمعه، شنبه و روزهای تعطیلی رسمی کشور اتریش، متروی وین تمام شب به کار خود ادامه می‌دهد. 2. اشتراسنبان یا همان اتوبوس برقی. اشتراسنبان وین در 4 اکتبر سال 1865 و یعنی بیش از 150 سال قبل تأسیس شد و برای اولین بار خیابان‌های این شهر زیبا را پیمود. اشتراسنبان یا همان اتوبوس برقی که از خیابان‌ها و از روی ریل‌های به خصوص خود در مسیرهای تعیین شده حرکت می‌کند. اشتراسنبان دارای 29 خط مختلف میباشد که هر خط با یک عدد یا یک حرف مشخص میگردد. همکنون در شهر وین 2 نوع اشتراسنبان فعالیت میکند: اشتراسنبان مدل قدیمی و مدل جدید. 3. اسبان یا همان قطارهای سری السیر. اسبان یا همان قطارهای سری السیر که با آرم اس در سرتاسر شهر و حومه شهر وین قابل رعایت است. این قطارهای سری السیر در مسیرهای اطراف مرکز شهر حرکت می کنند و ادامه مسیر آنها بین شهری است و علامت خاصی دارند و اگر در مسیرهای بین المللی حرکت کنند به طور مخفف OBB یا استرایخیشه بوندسبان خوانده می شوند. این قطارها دارای سیستم تهویه بهتر و سرویس بهداشتی می باشند. 4. اتوبوس که معمولاً در انتهای ایستگاه‌های اسبان، اشتراسنبان و اوبان قرار دارند به ادامه آن مسیرها را در نقاط خلوت‌تر و یا در داخل شهر در 44 مسیر حرکت می‌کنند. تابلوی رسیدن ایستگاه اتوبوس‌ها مانند ایستگاه اشتراسنبان است و در هر ایستگاه تابلوی جهت نمایش نام ایستگاه‌های مسیر و زمان انتظار برای رسیدن اتوبوس نصب شده است. طبق قانون اگر مسافری دکمه توقف که نزدیک درب‌های اتوبوس قرار دارد را برای پیاده شدن نزند و در ایستگاه مسافری نباشد، اتوبوس می‌تواند توقف نکرده و به راه خود ادامه دهد. 5. اتوبوس شب. از آنجایی که ساعت کار هر کدام از اوبان، اشتراسنبان، اسبان و اتوبوس روزانه تا ساعت 24 شب در روزهای رسمی بیشتر نیست، از ساعت 30 دقیقه بعد از نیمه شب تا 5 بامداد اتوبوس‌های شب در 20 مسیر با فاصله زمانی نیم ساعت تردد می‌کنند. در ایستگاه‌هایی که اتوبوس شب تردد می‌کنند، علامت N به نشانه ناخت یا همان شب به چشم می‌خورد. اتوبوس شب اغلب در مسیرهای اشتراسنبان حرکت می‌کنند و شماره آنها با شماره اشتراسنبان یکی میباشد، مانند اتوبوس N71. ولی به خاطر داشته باشید که لزوماً برای هر خط اشتراسنبان اتوبوس شب وجود ندارد. یادگیری 3 کلمه گاسه به معنی کوچه یا خیابان فرعی، اشتراسه به معنی خیابان و پلاتس به معنی میدان شما را در پیدا کردن آدرس ها کمک می کند.
برای تهیه بلیت شما می توانید از دستگاه‌هایی که در ورودی و خروجی ایستگاه‌های اوبان نصب شده‌اند بلیت خریداری کنید و شما می توانید برای افراد زیر 15 سال بلیت نیمبها خریداری کنید. با خریداری بلیت شما می توانید از هر 5 سیستم حمل نقلی در وین و در منطقه صدر استفاده کنید که این در نوع خود بی‌نظیر است. توجه داشته باشید که بلیت شما به طور اتفاقی و در زمانی که وسیله نقلیه در حال حرکت است یا در هنگام خروج از ایستگاه‌ها توسط مأمورین با لباس شخصی و ارائه کارت شناسایی کنترل می شود و اگر بلیت همراه نداشته باشید مبلغ 100 یورو جریمه و اسم و مشخصات شما به پلیس داده خواهد شد. توجه داشته باشید که کودکان زیر 6 سال شما نیازی به بلیت رفت و آمد ندارند و در نهایت با وجود چنین سیستم عالی و راحتی هیچگاه شما در وین مشکلی نخواهید داشت. تا برنامه دیگر از شبکه اینترنتی سناتور تیوی شما را به خدای منان میسپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.